شاه ایران که بامداد امروز بی خبر از کشور خارج شد اکنون در مصر است. موقع حرکت او را تا آخرین لحظه از مردم پنهان کردند و تا آن موقع تردیدهایی درباره رفتن او و اینکه چه وقت خواهد رفت وجود داشت. در فرودگاه تشریفات معمولی و مختصری برگزار شد و مصاحبه مطبوعاتی مورد انتظار او صورت نگرفت. شاه همینقدر گفت که خسته است و برای معالجه کشور را ترک می کند و از پاسخ به این پرسش که کی باز خواهد گشت خودداری نمود و گفت که این بستگی به وضع مزاجیش خواهد داشت. خبرنگاران میگویند که شاه در حالی که از پله‌های هواپیمای شخصی خود بالا میرفت گریه میکرد و خودش هواپیما را تا اسوان خلبانی نمود و در آنجا انورالسادات و رهبران دیگر مصر از او استقبال کردند. اندکی پیش از رفتن شاه مجلس شورای ملی برنامه دولت دکتر بختیار را با اکثریت 149 رأی موافق در برابر 43 رأی مخالف تصویب کرد. دکتر بختیار در پارلمان گفت که هیچ دولتی نمیتواند مسائل کشور را در ظرف چند روز حل کند و تقاضای مهلت کرد. و نیز گفت که پیشوایان مذهبی باید از دخالت در سیاست خودداری کنند و وظیفه آنها این است که به دولت و مردم الهام و ارشاد بخشند.